هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت بارحم. اما بعد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی صحابه ها گفتند: روز قیامت من در نزد حوض آب کوثر شما امتانم را انتظار می شوم. بعدا شما می آید، من خودم با کاسه طلاگین به شما از آب حوض کوثر آب می نشانم. بعدا امتان آخر زمان می آیند، من آنها را دیده کاسه طلاگین را می پرتایم. صحابه همه حیران شدند و پرسیدند: ای فرستاده خدا، چرا امتان آخر زمان را دیده کاسه را می پرتاید؟ آیا به آنها آب نمی دهید؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: چرا که نه، البته که آب می دهم. کاسه طلاگین را پرتافته به آنها با دستان خودم آب می نشانم. سبحان الله. همان امتهای آخر زمان ما هستیم. برادران و خواهران عزیز، پس بیایید حرکت کنیم که سزاوار همین باشیم. نمازهای ما را در وقتش خوانیم، از غیبت، از حقارت، از فریبگری، از همه گناه پرهیز کنیم. خداوند همه ما را سزاوار نوشیدن آب کوثر را از دستان مبارک پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم نصیب گرداند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: در روز قیامت امتانم را سفید رویان و دست و پا سفیدان صدا می نمایم و آن با سبب آثار وضوء یعنی طهارت می باشد. هر کسی از شما توانایی دارد و می خواهد که بیشتر دست و صورتش سفید و نورانی باشد، به شستن صورت و دست و پا اهمیت بیشتر دهد. روایت بخاری و مسلم. روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم گریه کردند. پس صحابگان پرسان شدند: ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، چرا گریه میکنید؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: برادرانم را یاد کردم. صحابگان گفتند: آیا ما برادران شما نیستیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: نه، شما اصحاب من هستید، اما برادران من آنهایی هستند که بعد من می آیند، من را ندیده لیکن به من ایمان می آورند. پس برادران عزیز، این حق دوستداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد پیروی کردن سنت هایش قرار دهیم. دوستان من، خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.